سلام. مراجعت یک زن به مردان تاجیک، طبیبان مشغول تماشای پیام پرزیدنت و کودکان بیماری پشتی در شهر مهاجر از بیسواد نامیدن آنها و نصیحت به لایق رجبوف از ویدیوها و موضوعهای صحبتی آزادی آنلاین است. اما برعکس تمام برنامه‌های پیشین، امروز نه با ویدیو بلکه با صدای درد دل و مراجعت غم‌انگیز یک زن تاجیک آغاز می‌کنیم. بچه‌های ما حاضر میرن در روسیه میان زنی ارز میگیرن که هر وقت کار بیان یا شکلات یا گل در هر پرازنیکات که همو خرسان شوه بسیارتر دوستش بداره. فقط کوشش میکنه به خاطر به دست آوردن دلی ارسه، دلی زنی ارسه. بعد میگن که زنای ارس ما را دوست میدارن، احتیاط از زنای خچون باشن یک جوچکه کار اومدن ده نمیگیرن یا که در یک درجه یک گل تبریک نمیکنه بزنش، یک گلی پر است که زناشو خرسان شوند. دشنام میکنن، میپردن شو روسیه میآین. بعد البته را خودکشی بسیار میشود از زنهای تاجیک. التماس خواهش میکنم آوازمون در گوش مردای تاجیک برسونید، دل زنای خودشون به دست بیارن. اگر زن تاجیک رنگی که با ارس رفتار میکنی، دوستداری میکنی، هر لحظه مهربانی میکنی، دکار باشی، چند بار زنگ میزنی، حال پرسی میکنی، مهربانی میکنی، با زن اختکنی، زن جونش برات فدا میکنه. ویدیویی که حالا می‌بینیم روز 26 دکبر در روز مراجعت و یا پیام رئیس جمهور امام علی رحمان در یک شفاخانه به نوار گرفته شده است. مؤلف ویدیو نوشته است که روز پیام پرزیدنت نه طبیب است نه پرستار، همه از فراش تا سرطبیب تا ساعت 13 پیام می‌دیدند. خلق و کودکان در پس در منتظر نمی‌شد که همین را شام نشان می‌دادند، گفته است مؤلف ویدیو. ویدیو دیگری را که حالا می‌بینیم یک مهاجر فرستاد و به جوانی از شهر ساچی پاسخ داد که در برنامه پیشین آزادی آنلاین گفت مهاجران بیسوادند و راه‌های آسان فرستادن پول به تاجیکستان را نمی‌دانند. یک برادر از ساچی ویدیو کرده میگه که یعنی که مردم مهاجر چون بیسواد هستند، میگه اون مشکلاتی نیست برای انتقال مبلغ. میگه کارتا کشویان مشکلات حل میشود. مالی کارتا هم کشویان اما فایز انتقال بلند رفته برادر این مشکلات هست برای مهاجران. این یک مشکلات. دوم مشکلات که ما پیش وقت اگر از کارتا و از تلفن روان میکردیم امروز این چیزا برهم دادگی هستند. امروز ما نمیتونیم، ما باید به نقطه های خدمت رسانی بریم و این نقطه های خدمت رسانی نه در همه جا قرار دارن. با همین خاطر مشکلات در سر غریبان زیاد شدگی هستند. ویدیوهای جالب زیاد داریم. اگر امروز ویدیو خود را ندیدید هفته آینده حتما نشان میدهیم. حالا از موضوعهای پربحث و جدل. آخری سال 2019 چشم بسیاری از تاجیکان به سوی نیویورک بود و بر رقابت لایق رجبوف رزمکار تاجیکی بر رقیب برزیلیایش نبرد را باخت. با وجود شکست همه به لایق رجبوف احسان خواندند. اعظمجان شریپوف در صفحه ما در فیسبوک نوشته است دل شکستن نباید شد. این تجربه ها برای تو درس می شوند و در آینده پی هم پیروزی می آورند. تو ارزنده جنگیدی. دلاور شو دلاور در صفحه ما در فیسبوک به لایق رجبوف نصیحت کرده است که اگر اصول های گوشتی ملی را به کار می برد شاید پیروز می شد. او نوشته است اصول گوشتی تاجیکی سامبو را استفاده نبردید. این ایراد به مربیان شما، ولی در عموم آفرین. سید نوریدین یک کاربر وبسایت رادیوی آزادی هم چند اراده داشته است که میخوانیم. بسیار میخواستم در چنین مسابقه ها اول طبیب شما را معاینه میکرد و اجازه نبرد میداد، چیزی که در محاربه شما دیده نشد. شاید تاجیکی کردید که عاقبتش شکست بود. شما هم نظر اندیشه و ایرادهای خود را به رادیو آزادی بفرستید از طریق تلفنی که میبینید و از هر راهی که میخواهید، وایبر، واتساپ، تلگرام و یا ایمیل. تا دیدار در برنامه دیگر.